روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عسل گفت من نمیخورم، نگفت که حرام است. برای خانم خود گفت وقتی که عسل خورده بود، خانماش گفتن که از دهان شما یک قسم بوی میاد. رسول الله هم گفت خیمه دیگه یه عسل نمیخورم. آیت قرآن نازل شد که یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، ای نبی، ای رسول الله، تو که پیغمبر الله هستی، توی صلاحیت نداری که آنچه را که الله حلال کرده تو حرام بسازی. لما تحرمو، چرا حرام میکنی؟ ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، تو میخوای که خانمای تو راضی شوه، خانمت عسل خوش نداره که تو بری عسل خانم دیگه تا بخوری. حکم الله را تغییر داده نمیتونی. پس در اسلام که هست با منهج کلیسا فرقشی نمی هست که در کلیسا اونا پاپ و کشیش هر چی که گفت خلاص. از این خاطر بسیاری است. یکی از دانشمندای اروپایی خودش پیش ما آمد گفت من از کلیسا کافر شدم. چرا؟ گفت به خاطر اونجا عقلانیت وجود نداره. برای من یک چیز نمیته، یک گلاس وای نمیته، شراب است. خود امور رئیس کلیسا میته برش و برای من میگه که این خون عیسی مسیح هست. میگه من برش گفتم که من خو عقل دارم، این خون نیست. There is differences between wine and blood. میگه من برش گفتم فرق از بین خون و بین شراب. تو چطور میخیزی بنام ازی که من کشیش هستم، من ایره دم انداختیم، دم تو خدا هیچ تغییر نکنه، این خوب مزهش، بوش، ذائقش، کل چیزش از شراب است. میگه او کشیش برای من گفت که وقتی در کلیسا داخل میشی عقلت دادان دروازه بگذار، عقلت اونجا بگذار، در بیرون باز بیاد داخل کلیسا. شما مسلمان ها چی میگین؟ ما برش گفتیم که نخیر، ما مسلمان ها در محسوسات از حس استفاده میکنیم، در معقولات از عقل استفاده میکنیم، در تجربیات، در علوم ساینسی و تکنولوژی. امو خالق ما بر ما میگه که وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ما در علوم تجربی از لابراتوار و از پروژکتور و از تلسکوپ و از وسایل ساینسی استفاده میکنیم و در علوم، در مسائل غیبیات، در صفات الله، در ذات الله، در قدرت الله، در ایمان به ملائکه، در ایمان به جنت، در ایمان به دوزخ که بازیار عقل و حس و علم ثابت کردن نمیتونه، باز ما به نعمت دیگی الله که وحی است از او استفاده میکنیم. از این خاطر منهج مسلمانان منهج متکامل فکری هست. منهج دیگران ناقص است. حسگراها تنها از حس استفاده میکنن، عقلگراها تنها از عقل استفاده میکنن، علمگراها تنها از علم استفاده میکنن، کلیسایی ها تنها از پاپ و کشیش استفاده میکنن. اما منهج اسلامی که است نعمات چارگانه را برای ما میگه که شما در محسوسات از حستان استفاده بکنید. استفاده کردن از حس در محسوسات مخالف قرآن نیست. ای امت اسلام، ای کسایی که به نام اسلام بحث میکنین، استفاده کردن از عقل در اسلام مخالف قرآن نیست. قرآن برای ما میگه که افلا تبصرون، قرآن برای ما میگه که افلا تدبرون القرآن. چرا تدبر نمیکنین؟ چرا تعقل نمیکنین؟ چرا تفکر نمیکنین؟ ما مسلمان ها حتی عبادت فکری داریم. تنها ما با جسم خود الله را عبادت نمی کنیم، با فکر خود خالق متعال عبادت می کنیم. با فکر خود چه قسم خالق متعال عبادت می کنیم؟ قرآن عظیم شان بر ما میگه که الذین مؤمنین واقعی کی هستند؟ کسایی هستند که یذکرون الله، یاد میکنن الله را، قیاما در حالت استاده و قعودا و در حالت نشسته و علی جنوبهم و به پهلوی خود خفته هم الله را یاد میکنن. در بستر خواب هم وقتی که میرن سبحان الله و الحمدلله میگن. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. این انسان مؤمن تفکر میکنه در خلقت آسمان و زمین. این هم عبادت است. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بالاخره به یک نتیجه میرسن. نتیجه چی است؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگارا این نظام شمسی را، این سیارات را،
این کهکشان ها را، این زمین، این مخلوقات باطل خلق نکردی. سبحانک. بعد از اون میگه که پروردگارا پاکیست مر تو را. باز وقتی که با علم خود در این مسائل تحقیق کرد، با فکر خود در این مسائل اندیشه کرد، باز میگه که ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانک. پاکیست مر تو را. فقنا عذاب النار. پروردگارا ما را از آتش دوزخ نجات بده. همین قسمی که زمین و آسمان خلق کردی، همین قسمی که کهکشان‌ها و سیارات خلق کردی، همین قسم جنت و دوزخ خلق کردی. ما را جنت نصیب کو و از آتش دوزخ نجات بده. اقول قولی هذا و استغفر الله.